اینی آدم در عربستان تولد شده، پدرش عرب، مادرش افغان. ببینید پدر من عرب است، مادرم افغان. افغانها صدای مرا که میشنوین متاسفانه فقط باورشان به دین از علمشان بیشتر است. اینها فقط عقیده دارن، کورانه دین برایشان میراث مانده. خدایا چرا این مردم قدر جاهل هستند؟ چرا کورانه دین قبول میکنن بدون از اینکه یک بار بحث کنن، بخوانن، ببینن، مطالعه کنن؟ دور از خوبایشان اقدر خر زیاد داشتیم که امروز تروریست سر ما حاکم است. امروز همین ملت است که تروریست از سر کوه پایین کردن و سرشان حاکم ساختن. امروز کشور ما چونین بدبخت، بیچاره، مزدور، غلام. ما فقط همیشه پاکستان آمد کردیم یا ایران. فقط شعار ما اسلام بوده، ولی تمام ما کل ما از اسلام فراری هستیم. میریم به کشورهای کفر پناه میبریم، از خیرات سر کفار میخوریم، اولادای خود شیر و نان میتیم از امو خیراتی کلابخانه ها و فاحشه خانه های کفار، ولی باز اونا را کافر خطاب میکنیم. در قرآن آمده ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. پس ببخشین چه گوه میخورن به کشورهای کفار اگر شما واقعا مسلمان هستین. پیامبرتان حدیث را گفته من عاشر قوما 40 یوما فهو منهم. پیامبر گفته که اگر شما 40 روز، فقط 40 روز با یک قومی غیر مسلمان یا با هر قومی که زندگی کردین، شما از همون قوم حساب میشوین. اینها را که میبینن خود کور میگیرن، میگن نه ما مسلمان نیستیم، این آیت درست نیست یا پیامبر چنین نگفته. آفرین بر محمد، یک کاری کرد که تمام دنیا را قدر بیعقل و خر و کور بسازه. 5 وقت به سوی کشور سجده کنه، 5 وقت به سوی کشور سرخم کنه، دار و ندارش حتی دل جگرش بفروشه تا اینکه پدر و مادرش به حج بفرستن. خوش میین به عربستان، واقعا ما خوش هستیم. سرمایه ما، دولت ما، دار و ندار ما را شما بیشتر میکنین، ما هیچ وقتی بند نمیمانیم، بهترین زندگی را داریم. به خدا قسم، امیال ما در خانه زندگی میکنم، قصر است. از برکت شماست که عربستان میین. آفرین، بیاین حج عمره، بیاین، سرتان فرض است، دار و ندارتون اینجا خرج کنین. اگر کشورهایتان برگشتین باز هم رو هیچ وقت ما را فراموش نکنین، به خاطری که خدایتان در کشور ماست، خانه خدایتان در کشور ماست. هم خدا اینجاست، هم شیطان اینجاست. خدا و شیطان همسایه هستن. بیاین پول جمع کنین، یک بار اینجا به عربستان یک سفر داشته باشین. راستی فراموش نشه هم خدا، هم شیطان، هم دیسکو خانه ها فعلا همسایه هستن. 3 چیز همسایه ساختیم که لذت ببرین به شکل درستش.